شوخی رفتم من مطمئن هستم و زنش چی گفته باشی شب نه بسیارش این دقار خدا شیمه میگم از کدام رو اومدی تو؟ چطور هستی؟ داخل می گشتم هیچ یک نام نشان مادرم نیست یک چی بگویم مال خیلی کجا رفتم خانه زن کاکایم خانه بیبیم خانه کل جای گشتم خونه استی او زمانا را گاو خورد یخو بود نادانی بود بیعقلی بود حال دنیا سیستما پیشرفته شده مالا کل میفهمد این قوشته که از مادر تولد میشه دست چپ راست خودم میفهمد مثلا زده شدی یا نه؟ تو اینجا چی میکنی؟ Oh my god, Salma is coming? Hi. خدا دو نزدی تو چی بنویسی؟ از کل چیزش خبر داری یک ذره یک زشت است یک ذره یک درشت است مگم دختر خوب است تحصیل کرده است فهمیده است همه چیز با خودت معلوم است چی بگویم آسوناتم گم شده آساناتون شده؟ یعنی چی؟ همین خمو میشنه فهمیدم یعنی چی فردین از خانه اینجا آمده که آسانات نیست میگه آسونات شما قید کردیم شما خانه شما آمده بود دیگر رقم چقدر خدا انسان است به خدا از کجا شد چه خواهر دیر کرد سلامای بیچاره نامرد چقدر به تشویش هسته ما میخواه به تشویش دیدیم کجا رفته باشه مبارشم ای خدا سمیر مادرم بخی به خدا دیر کرده تو به تشویش هستم خدا چی شد نه خانه خالیم رفته ببین 20 دفعه زنگ زدم میگم آمد میگنه خواهیم چی کنم تشویش نکنی خب هیچ وقت تو نرفته بود تو یک زنگ تلفن خاموش کرده میبینی که زنگم نمیبرداره کجا رفته خو یک اول خودم میده مثلا چی بگویم خدا یه آرزو هم خیلی چیز صحیح نمیگم سلما بخاطر از اینکه تو به تشویش هستی من گفت برش میگم سعی پاس برای آرزو نوی خب چرا چی شده؟ مادر بعد از این قرار تا خانه آورد آرزو زیاد قارش آمده بود که قرار دیری که نبود تو چرا پس خانه آوردیشه دیگه کت مادر جنگ کرد یگان گفا گفتش آرزو کت مادرم جنگ کرد سعی پس برش نگو آرزو با کدام حق تو را به خدا و باید بان کار ماره شب روز در کار استی حالا میگم مادرم گفت تو چرا بی تفاوت استی نرفته خانه خالیم نرفته خانه زن کاکایم نرفته مچم کجا رفته نه شماره پدرم هم از کجا کنم کل جنگ بیاد و سر زمون شد سلما مرا محکم گرفته که مادرم پیدا کو خالما چه خبر یک دفعه آمد سپرایز شدیم و باید ترک قسم که میکنی زمین چاکو بر من مادرم پیدا کو بیار لا حول ولا او باید روش خندی نکده کدام ماجت اعلان به تو خوشتک نیسته
نه کتره به خدا پیداش کو هر کسی که زنگ میزنی خیلی این زن کجا رفته. حال من قدر جنگ جدی هم نکردم، فقط یک دو کلمه درباره پدرم برش گفتم. نه خلق متنگ نکو. دو شب دو روز شده که تو رفتی در اونموجه در رستوران قرار ششتی. چی گپ است تکمچم سر تو سر در کجا گرم است که یک دفعه خانه نمیایی، یک دفعه پرسان نمیکنی که چی گپ شده، این خانه آدم مرد زنده شد، چی گپ است؟ میگم مادرم نیست، بی تفاوت پیدا میشه، الو خوشتک نیست که بره و بیایه. خیر تو برای زنگ بزن یگان از روزداری شکو میشه که به گپ تو شوه، گپ من قبول نکرد. بیادر جان حالا گفتن بار میم چی بگویم بخواهی گفتن هم میکنم خوردادی تبیشی بگو. خب خیر بیایم دیگه حالا خیر چی کنیم؟ بود دفعه گفتیم بشانه بود دفعه خوشحالگی کردن سعید وان شود بود دفعه خوشحالگی کردن گفتیم برو باشه دیگه این دفعه که بین دیگه مجبور هستیم پار خیر چی کنیم؟ اون اگه بچه هم بود دید بچه را خودید خود دخترم بارزاده هم دیدش بچه جان ماما چی از نظر تو جان ماما نظر تو را پرسان میکنیم که تو رضایت داری جان ماما نداری؟ خوب است برام بچه هم بچه خوب است بچه اون دیدی سنگین بسیار بچه خوب دیگه بسیار با نزاکت اون گپاش خانه خودت خوب است که از نزدیک دیدی خوب شد که خواستیمش که یک دفعه دیدیش دیگه نال نظر تو چی از جان ماما اکثر تو کار تعمیلی نمیکنه کار زور نیست دیگه اون آمدن به حساب بر مادر بر خودت معلوم است که چند دفعه شد که میان یا یک دفعه دو دفعه میم خب مقصد کهان باشه دیگه اینال ما جان ماما ما تصمیم گرفتن نمیتونیم به خاطر که رضایت تو اگه باشه تو خوش هستی جان ماما مادر خونه گفتم که خوش است بچه خوب است خاندانشان خوب خاندان است دیگه مشکل نداریم اینال تو جان ماما نظر تو چی است که آمدن این دفعه با چی بگویم چی کنیم ماما جان من خواست زندگی و قدر زیاد هم نمیفهمم تربیشلی خودتان هستیم مقصد که شما میفهمین تعریف میکنین که بچه خوب است فامیل خوب است و زیاد دلم هم نیستم راستش رو بگویم که شما میگین خب مجبور دیگه من قبول کنم مادرم هم زیاد تخذف بنداز خودم گریه کن حالا کن خب اگه تا کار نه ولی میخواد کجا میشه مادرم کجا میشه ماما زنده باشی جان ماما شکر دارید جان ماما او را گفتن نمیتونیم به خاطر از اینکه این دختر که هیچ مادر بالشت زیر سر خود جور کردن نمیتونه حقیقت مادر تا مورد گفتم کل بخیر میره پشت بخت خود چیزی که سیاسرها دختراست پشت بخت میره تو هم یک روز پشت بختت بخیر رفته نیست اگه اینه دیگه یا دیگه منتها اگر رضایت هست باشیم توکلت به خدا مادرت خدا داره باز ما هستیم اینجا ما مثال ما هستم دیگه هست شما اینجا بیاین یا که بچه اگر نوش گپ بزنیم بیایم اینجا بشینم خب خیر او را باز پسان گپ بزنیم جان ماما یک دفعه که مسئله بخیر معلوم شود که با بسیار شل هستن اینه دیگه باز اینه که امروز بیاین باز دو چاره نداریم باز مجبور که بگیم یا دیگه نمیتونه که باز پس بندازیم باز بگیم نشینم نشه میگم زیاد دلم نیست که شما میگن که فامیل خوب است از کدام مشکل ایجاد نمیشه او چی گفتن؟ خب سر سمیرا دیگه که چرا خانه بودی شاید قدر دیر که نبود بارم تو گم میبودی چی درباره پدر دفعه ازش کسد مادر کارش آمد مادرم به خاطر زمین رفتنی؟ خب چرا آرزوی گپ نمیگه؟ یک دقیقه سمیرا چیز نمیگمش به خدا یک دقیقه چرا با ما دروغ میگه یک دقیقه سمیرا جان خیره نه به خدا چیز نمیگمش سمیرا یک دقیقه صبر کن یک دقیقه سمیرا جان آرزو نه سمیرا چیز نمیگه یک دقیقه با کدام حق نه با کدام حق آرزو کجا هست آرزو چیز نمیگم سمیرا یک دقیقه صبر کوی با کدام حق امر مادرم یک دقیقه آرزو ما وقت رزی افتم که به تشویش بود بیچاره ناز مریض میشه نه آمده بود خیلی نازه فکر میکنه شیطانی که میمد حالا سر خواب جواب بده تلفنای مرا جواب نمیده میشنوی؟ آرزو ها من بر پس زنگ میزنم کاری که گفتم انجام بده تا که من پس زنگت میزنم
برو خدافظ. آرزو تو مادر ما چی گفتی؟ ها؟ خب برات گفتم که از من خفه شد. چی گفتی که خفه شد؟ دلیل خفگیش چی پدر ما. پدر ما بود نه؟ دلیل خفگی ما پدر ما. تو پدر ما قبول نکنی؟ دلیل خفگی ما و تو نه، دلیل از اینکه مادرم رفت چی بود؟ ما که تو خفه نیستم، دلیل خفگی مادر پدر ماست. بعد قصه کردم گفتم سلام. آرزو وی دروازه مادرم شد چطور باز است؟ خانه باشن نباشن یک رقم دروازه کوچه را باز ماندن. سلام اسناد جان، درستی؟ خوب هستی؟ خوب هستی؟ خوش آمدی. بیا خانه. ای خدا جانه چقدر گرم شده. بیا که خوش خبری برات بتم. چی خوش خبری؟ بیا بشین این دفعه. چی گپ است؟ این خوش خبری میتونم دیگه که اما تو دلت خوش شوه. خب چی خوش خبری است؟ بگو دیگه سلام. زود بگویم یا دیر؟ نه بگو دیگه. سلما پس آمده. وی راستی؟ برو یک دفعه بشین شاید دستشویی رفته باشه حالا. میبینی شالا فقط بگو پس میره تو. حالا دخلی پشتش یک رقم که تو با دستشویی رفته. کجا فقط بگو پس میره حالا. او ماموجه کالا اختا جمع میکرد. خب سیسته. حالا کی نگفته سلما برات؟ کی؟ فردین؟ وی نه و کجا بر من میگه. من رفته بودم یک دفعه تا یک خانه خور خوندیم، گفتم پس بیایم کاتت برو. آمدم که هیچ نبود. من گفتم شاید برات گفته باشه. خب باز خوشخبری رو دو دفعه بگی خوب تر است. نگفتم مامان. نه من هیچ از تو آمده بود اینجا پشت تو. خب نه من یک دفعه کجاسته؟ خب چی کرده بود؟ نه مادرشان یا رفته بود خواستگاری بر بچه کلان خود. باز تو گپای قناق زده سام ایزر خراب شد دیگه. مام نرفتم کشان. مام نرفتم گفتم ما میرم خانه خور خوندیم. یک شما خوشتون تعریف میکنین میگین بچه خوب است، مادرم میگه بچه خوب است، فامیلش خوب است دیگه. ما چی بگیم؟ ما دیدیم بچه ما دیگه از عیاتت میفهمی، از عیاتت بچه میفهم که دختر خوب هستی و ما دوست دارم دیگه. شکر حال من نادیدیت نیست، خودزاده هم هستی. شکر میگم مام تربیت شماست. ماما زنده باش، سلامت باشی دیگه. همتون میکنیم توکل به خدا. خود پناه با خدا دیگه بخیر. چیزی که رضایت دیگه هر چی که رضای خدا باشه بخیر. همتون رضایت دختر مؤمنه. خب بازده هر چیزی که خدا ولی میکنم. من از این خاطر گفتم که یک دفعه خودک شب بشانم رضایت شب ببینم که چی میگه. اون از اون خاطر بچه را ما خواستیم دورم دید دیگه. انشالله کنم مشکلی نیست دیگه. در موبایل نمانده دیگه. توکل به خدا. بچه تو که سنگین بچه عاجز بچه آرام بچه ششته بود عمل نداره دیگه. نداره کاریگر از صبح میرن شام میان گاهی سر سرک نیست از روی بردار و تیم نیست. هیلو بیتلی مردم نیست. مردم خوب سعی دیگه. خدا خوب کنه. خدا خوب کنه. پناه به خدا خود. من رفتم بیادر کنم. ای الله شکر کنم که تو را دارم بیادر. زنده باشی. خدا باشه. سلام علیکم خور جان. زیاد خوش آمدید جانک جون. تو خوب هستی؟ سلام علیکم. خوب هستی؟ تبدیلی جانک جون. خوب هستی؟ در خانه بریم. در خانه بریم. در مو خانه میریم. خانه همیشگی ما. بیا برو. بیا چطور هستی دیگه حضبیده جان؟ خوب هستی؟ شکر زنده باشی. خوب هستی؟ شکر. تو گرم سلام. تو گرمی زیاد یک فکام نداری ای خانه؟ فقط بود فقط خراب شد بردم بجور نوزدن. بیا خروشان بچه. خوب هستی جانک جون؟ چیال داری؟ تو خوب هستی؟ چطور هستی دیگه؟ چیال داری؟ شکر فضل خدا. شکر خدا. خوب هستی؟ از خانم تعال داری؟ خوب است. بیا بالا بشی. بیا بالا بشی. نمیگم سر صداست گفتم خودم کی آمد. نه امروز من گفتم بیا که بریم که من بیتاب هستم که باز من دیگه رفته بتانم نتانم. زیاد مریض است نمیتونه. به بسیار مشکل آوردیمش. امروز یه ذره پوندیدگی هم آوردیم. بسیار بیتاب هم هستم دیگه. پایدرد نکنه خدا. خود نپونده که کار باشه. پوندیده خودش. آمدک بخیر. کجاست آمدک؟
نه بخیر خو نامدن و زام نامدن الله چطور پشت یکی دیگه تندق نمیشه نا بیاده بیبی جان رفته این مامای نواخره گندم دره و باز میایه نه میایم می مامای نواخره گندم دره و میایه همه طبیعتش دیگه شبابانش که اگر اونجا فکرش دیگه میباشه یومی قشله است که رفتن آمدن یک سه چهار روز اینجا خود انداختن باز حالی میرن امشب چه قسم صبح میکنن پس میرسن اینجا ما خنانی کدام فکری خود بکنم زندگی یک روز درست نیست که یک روز درست باشه که یک میرن میاین یک دفعه ما صبر نمیکنن که فکر بکنی که شدنی نیست بعد از بیاین میگم چرا مادرم رفت؟ خب میگم به خاطر پدرم خفه شد. تو پدرم قبول داری؟ قبولش میکنی که دیگه خانه بیاد؟ آرزو گپ تیر نکو. پدرم یک گوشه بان میگه مادرم چرا رفت که تو گفتی تو هم گفتی که ما دعوا کردیم چی دعوا کردیم چی گفتیش؟ خدا باری پدرم یگان گپای زشت گفتمش. چرا بگی؟ آرزو مادر ما سگوش تو خونیست که ما تو رو بفهمانیم. خود چی بفهمم دیگه؟ خورده کدام کار شدی؟ امو دقیقه احساساتی شدم. آرزو لاله اینم قوخ ما پدر نداشتیم. یک دفعه یک آدم پیدا شد که ما پدرت هستم مرا قبول کنین. ما این قسم مشکلات داشتم باز تو قبولش میکنی؟ سلما تو خدا بجای ما قرار بده. آرزو ما پدر ما قبول نمیکنم ولی مادر ما قبول داریم. قبول دارم خال کار کرده رفته پس میای هر جای چرا کار کنه؟ چرا آرزو تو خورده هستی تو دخترش هستی و مادرت هستی. حالا میفهمم سلما ما پدرش هستم مام جیگر خونه هستم. خب به خاطر تو رفت. به خاطر گپای زشت تو رفت. چی گفتی آرزو سعید بگو چی گفتی؟ خب گفتم یگان کلمه درباره پدرم گفتم مادرم در خانه رانت قبولش نکنم پدرم قبولش نداریم. هر چی بگی آرزو اینا مو پدرت از خال چرا سلما تو بودی که از پدرم نفرت داشتی. تو میگفتی که پدرم ما پدر نداریم. ندارم من پدر ندارم. خیلی چرا بازی گپا رو میگی؟ هر چی باشه اینا مادرم شوهر خود قبول کرده. خودم قبولش داری؟ نه سلما تو قبول ندارم. میخوای که بیای در خانه؟ یک تو نبود که مادر ما بفهمانی مادر ما پای تو بزنی. سلما جای مرکز که میبودی نمیخواستم مقصد نشان میده. من نمیفهمم چرا خون سرد هستی چرا بی تفاوت هستی چرا گپا سر کار نمیکنم. میگم پدر ما که دینا ما سالا بر ما گفته شده بود که مرد بی پدری و بی کسی و بی مردی رو سپری کرده مال پس پیدا شده. آرزو یک برات بگم خانه از اون میرم گفتم ما کدت میرم فردی نگفتم. خب ما خبر نمیخت اومد. خونه و پشت تو آمده بود که آسنات کجاست ایدم اینجا سرش خنده میکنه رو تو ما گفتم شاید تو کدمارش بگو که بیا خب پت خونه میباشه. شما هر کار را میکنین پت میکنین بگو ما خونه میکنین. الان چطور خوش شدیم سلمان آمد. جای خوشیست دیگه خوارد. بخی رقم خانه خالی مالو میشه سلمان نبود. دیگه آرزو دیگه زیاد خوش شد. خوش شکر که بخیر آمد دیگه. ما هیچ خبر نداشتم با ما هیچ کس نگفته بود دیگه مامت خدایی اومد. خب بر خوب است دیگه نه خورتم میبینی. حالا هیچ وقت میایه بخی دلم نارام شده روان است. حالا میایه دیگه. حالا دوری خوار سخت است. تو خسته. خب چرا نرفته بودی تو خواستگاری؟ خود دیگه میم یگان گپا زد دیگه مام اصام خراب شد گفتم نمیرم میرین خودتان برین. چرا؟ دیگه ما چون نگاله خود دیگه میم یک ذره عصبانی شد و یک هر گپ که از دانش برای میگه دیگه باز مام گفتم نمیرم امو خوب تر است که ما هر کار میکنین خودتان بکنین من هیچ دخیل نکنین. باز خودشان رفتن گفتم مج نمیرم که تو. خب خیر سال میرفتی دیگه خودت 6 سال نه خود نیست که تو از آزرده شوی. خب حالا ما که از اما میرفتم خب سمیرا جان خب خدای نخواسته خوب میشد بد میشد خب بگردن من انداخت میگه وی تو هم رفته بودی. نه آسنا جان تو کسی عروس کلان ما بخی میترسم از همین چیزا و از میگه پا حالا عروس کلانشان گفتم میشی دیگه باید مرده و زندهشان باشی. تو باید تصمیم بگیری. خب خواسته خب یک دفعه رفتم دیگه و دفعه اول دیگه باز گفتم خودتان برین دیگه منم میرم هر گپ شود در پای من خسته میده میشه. نه رقم نگو تو اگه بری مثلا نموجه معامله رو حل کنی دیگه کنی هنوز چشم از خوب معلوم میشی دلشان شیرین میشی که نه دیگه خب ما بخی از معامله جمع کردن که یک نفر این توبه کردیم والد مجبور هستی دیگه خوراک. خب بخی میترسم اگه خوب شوم در گردنت میشه اگه بد شوم در گردن میشه وی فلانی رفته وی فلانی ما رو تشویق کردن تو میگه رقم خاص خال باید بره دیگه.
این دفعه که نرفتی دیگه دفعه باز بری کدشان اترا کنی باز حقا نازم نته بابا بخی سر شنایت را دادی شد اگه بچه مادر چطور کنم دیگه خب گفتی یکان تا خیر باشه میشه بخیر جور میشه آستا جو نه بخیر من ترمش ناز میادت است حتی نیم خشتی ها را میگیرفتی در فرق دخترم وار میکردی تا گپ میزد حالا نیم خشتی هایت کجا سجا یک مطل است میگه ناز که ناز بردار داری بای که خریدار داری ناز بردار داره که ناز میکنه حالا مجبور هستم کدش که چطور کنم باز چطور سعی میکنم برچی میگه زن مردر از زن بتی زن طلاق از زن بتی این مطل خب یادرم دوستش داره دیگه به خدا خود زیاد دوستش داره حالا میترسه که هم نمره نمیمره خیلی جوان است آرام باشی بچه آرام باشی خدا کل را آرام داشته باشم شما زنده باشی میفهم گرچه که اون برات معلوم است که من لقمه دان خدا بر از ما می آوردم خود نه خاک بایی میاری دامان جان بر اخترک من نمیاری بیاجی به خدا جان خود تا زیاد دوست داشتی شد دیگه دخترها دوست داشت خدا بیامر زخترها را ولیکن باز نه به خدا دیگه زن بیادرمون دوست داشت پیشانش داری میترش بسر دختره همین پیشانش بی ترشواره اونا مولا گمشکال تو تیرتا نبیر گمشکال تو در کوچی اصلا چپ خدا نظر کنه یعنی می روز دیگه هر رقم میشه دیگه شنی به ما بتی ناجور هستم من کردنم گرمی رو نمیبینی آلو ببین جان چه سابق میگفت برام متکای تا پوست سیر بسال آره خوشو دیگه پوست سیرم شد سابق خانه تا گپا بطال خو گپا نیستن دو دفعه خواستگار برو در پیش این بچه دختر میبینه دختر بچه رو میبینه شنی میکنه میکنن برو که نمیری ما نکای مسلمانی مختبات چند دفعه آمدیم ما خیالم رفت من چون شنی خواب شنی حتما کاش که بیاره بسیار خطا است مشوره دو مادر کتش رفتم مشوره گفتم بچه خوب است از دیگر دیگه بالا نمیفی عمل نداره وکیل وزیر شده من گفتم نه گفتم ایشانا گفتم عمل نداره دیگه نداره بچه خوب بچه هست دیگه چی میخواین اون دیگه نه سیگرت میکشه نه نسوار مندازه نه پان مندازه نه عدی ترتفرت کلانایش بیادرایش هیچ چیز عمل نداره بچه آدم خدایی بگویه خوب گفتم از بچه چوتار قشقه ای بچه بسیار سنگین است وزین است بسیار خوب اخلاقی بچه است من مادر گفتم که دختر آدم بالش زیر سر جور نمیکنه آخر گفتم خود میده که میره بتشه بازی هم بالو لکسوته و یک کچ خجاقات شم زیادی وی من خشنی یام شیرینی دونکنی با پیش مادر اینه پیش مادر جان با تو میره حالا این میوه را خب بخورم که لرزش دل مارم بان جا بابا ایره بوری جابان خیر بر ما میره نه بان نه بان بیا جیبان نه سعی تو اول بانم جا بعد است بگی خیر ما گفتم آوازی جا زنده باشی خور نه خدا بزامه ساخته این نظرپای بیجا بالاست از کجا میری شخوارک میمان نیستم خانه خود ماسته دیگه قلم های بالای چشما زنده باشه خوار جان ولی لادادنیت نیستیم من خوارم ما گفتم بیبی آجیم یک عادت داره یک کار که شروع کنه تا آخر نکنه اینا نمیته پشت کاره پناه با خدا خیر باشه خوب مزه داره نوشی جانتان همون تو دان مرگ نال شید چاکلیت هم بانه که بگیریم بریم میشه بیغم خلاص خوراک چیزی من بفتکای پوست سیر بکرده نه خوار دیگه آزار شانم نکه بیاجی ما آمده از خاطر بیاجی میگم برای امیر یک ما نگاه کن یک سال نگاهش میکنم خوارک من خود تفایلی نیستم که تفایلی باشم نال مر شما ایجا گروگان بانی که شنی به تبرتانه نه
نگردیدنی تو ناوی گپا رو فهمیدی؟ من از چند سال است که از سال که پدرم رفته گپا رو میفهمم. خلاص دیگه ما حق داشتیم که بفهمیم. تو چرا گپ از ما اگه تو آل زجر میکشی من اینقدر سال زجر میکشیدم. خلاص دیگه یک سال این پدر تو نبود، پدر اردی ما بود، وقت ما بود، قاسنات بود که باید خبر میشد که اینمی آدم پدر ماست. تو چرا پد کردی؟ مقصر کلگیش تو هستی که از ما پد کردی. دیگه سالات در ذهن ما نفرت تو زیاد دادی در مقابل آرزو من خو نمیفهمیدم که پدرم زنده است. خودت میگی که من مقصر سالا خبر داشتم، من خبر داشتم که رفته بیرون از کشور رفته، باز مادرم گفت که مرده دیگه. من چی میفهمیدم پس سر کلیش قدر سال بعد ما چم دیگه تو با کدوم حق با امر مادرم بد رفتار کنی؟ ما حق دارم. مادرم به خاطر از این نرفت که امر پدرم پس دوباره آشتی کرده بود دیگه. به خاطر از این رفت که گپای خدایا چی بگویم تو آرزو، هر چی بگویم کم است. من پشیمان هستم، واقعا قسم گپا رو نباید میگفتم. حالا تا من پشیمان شدی؟ این گپا راستی بر تو کی گفت؟ نه این گپا رو بر تو کی گفت؟ گوشای تو پر کرده و میذاری در خانه دیگه کی؟ در خانه دیگه کی است؟ خود یک سمیرا و تو بودین که گپا رو شنیده. خود سمیرا برات گفت؟ اوه سمیرا گفت کی بگه؟ یارزام نامده چرا کم شد دیگه؟ خدا جمع میکرد دیگه. خب مادرم کجاست؟ هیچ مادرم هم سر درکش نیست، چیام نیست. سلمو خب از یگان گپ گپای خودم جور میشه. چی تو خانه خالی مادر خانه خالد رفته باشه شاید. خانه خالیم رفته؟ وی وقتی که گفتم اونجا میرم نامدن راست؟ نه دیگه نو رفته. الان من چه خدق شده بودم پشت مادرم آمدم که حال مادرم هم نیسته. حال خیر اب مادر تو خود دیر به دیر نمیبینی، خود زود میبینی دیگه. خدق میشه آدم دیگه. حالا تو امیال بیگان پشت پدر دق نمیشی؟ میشم خب خیر است میاد دیگه. نه آمدی چند دقیقه پیشین میاد. دل نارام میباشه. حالا آدم که خانه پدر رفت دیگه دلش بسیار نارام میباشه. پیش از پدر رو خور رو میام میره که ببینش مادر و پدر. آها بخیر خور بیادر. حالا چی شد دیگه؟ خدا بخیر یادم رفت قصه گرم آمده، من برم چای بیارم برای داستان. سه سال جان خویت بخو. نه قسم منم خراب نکرد که مادرم باشه میای حتما ترشو خود بیادب شده. یک امرای مادرم گرفته خورده کلانکار مثلا گپای خدا بزنه. من این حالا میگم مادرم به خاطر چی جگر خون شده. خود دیگه یک چیز واضح است که مادرم خانه خالم نرفته، خانه زرکاکایم نرفته، خانه امیم نرفته، حتما رفته دیگه خانه شوی خود پشی خود رفته. بیادب است آرزو. گپ زرنده. خوشی از پدر موت میشه، کجا از گپ پدر است. گپای دستی کو. بخیر یادم رفت ببخشید دیگه. های خیر من بس که دمو چورد مادرم سلما رفتیم یک دفعه نمیگم بشی. نه خیر است. بشی خیر ما چای نمیخورم. من اونجا برداشت پس خانه و یخ بود. خب بریم خیر باش که ما بریم که سلما دیگه نبرم ما چرا خم شد؟ برآمده باشه. آه دیگه برآمده باشه بخیر دلم نارام شد. اون تو خود بودی نرفت شوی نگه رفته پیش شوی خود. دیگه شیش خود پیدا کرد. چی شده؟ تو خود بخی گپ نزنی چی شده؟ بخیر آمدی؟ خیلی کجا بودی آسونو؟ کجا بودی؟ فردن لاغه که آمده بود که بچه ماسلات گم شده کجا رفته بودی؟ خب بیشتر از این گپا نگرده. بیشتر چی شد بخیر آمدی؟ الو سلام مانده شدم. کی آمده؟ دیگه خانه الافی چرا قلاغر شدی؟ قلاغر شدیم. مادر آمدی؟ مادر کجا رفته بودی؟ الله ترک چه کسی مادر رو آمده بخواهیم مادر تا دیو کنی دخترم نه بچه من بوده دختر نازم شیرم مادر جون کجا بودی؟ کجا بودی؟ مادر چرا آمدی دختر نازم تو؟ مادر من چند روز هستم که کجا بودی مادر صدقه شام کجا رفته بودی آمدی دختر گلم آمدم دخترم کجا رفته بودی مادر جان چند روز است که منتظرت هستم
باشم مادر جان سلام بخیر چشمای دوستان رو شد الله شکر بخیر بودیم خیر باشید دختر ماما جان ماما جان هست دخترم سلام خاله جان خیر چی وقت آمدی دختر من کجا رفت به سقی چقدر بد زنگ زدی چرا تلفنت خاموشه مادر کجا رفت بودی الا خواه آمده وردی کجا رفت به سلام کجا رفت به سقی چه خواهی زنگ زدی دیگه باز خود پیش از اون واجزک نگی خون که هر چیز که گفتم بگی خو دیگه باز نخودم این کل گپار میگم راست گپایی که باز انتخاب خودم باشه میخواستی این قسم کارا رو نمیکردی چندان آیندی خواست نداره مادر تامت برش این کارا رو نکن امروز اینجا سبور یک جای دیگه میری دیگه جای میری که پرده یک جای شوه این قسم شیطنت بازی پرده تو جای نمیشه ای که اول ای که ما خانه تون هستیم و مادر رو گفته بود دیگه پارتنر پردتونم جایی نمیشه و مربوط خودم میشه خدا قدم شدی کنه به مایم دیگر وید شوند خدا خوش داشته باشه خوشیشانه داخل خوش داشته باشه جانشنگ چاله رو قسم کردیم که بچه های کنانی مده اینمت تا که نواسه را بردم اینمت تا بچه ننو را میدم کم و کرم شما $20 من برات اینه ما مثلا خانه داماد است صحیح صحبت میشه که از اینجا دلسر شو یک جای دیگه بریم زندگی کنیم بازی میشینه از الف تا یا به شوخ شیطانی میگن که امروز ما در خانه قسم کردیم این قسم نفر آمد ما جنگ کردیم جنجال شد یک چیز موارد میگم تو گوش شده گوش باشه خب خوشو کلاشی نمیره کم هستن نه شایکو اینقدر وقت است ما آمدیم آرزو ما اول دروغ گفت میگم مادرم کجاست میگه خانه بیبیم گرفتیم با بیبیم زنگ زدیم بیبیم میگه نیست اینجا با خاله‌ام زنگ زدم میگه نیست با مامانم شون زنگ زدم میگه اینجا نامده کجا نمون که من تو رو نپالیدم مادر